سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز، امید که خوب و صحتمند باشه. یکی از سوالایی است که عدد کسری به توان صفر یک میشه و دلیل از این که چرا هر عدد کسری یا هر عدد به توان صفر یک میشه در این مثال براتان واضح میسازیمش. مثلا 3 بر 4 کل به توان صفر این ثبوت میکنیم یا براتان پیدا میکنیم که چرا یک میشه. ما 3 بر 4 کل به توان صفر میتونیم 3 بر 4 کل به توان 2 منفی 2 1 منفی 1 هر عددی میتونی بگیریش. 10 منفی 10 100 منفی 100. چرا؟ پس تفریق شوه صفر میشه. شکل معادل ازی است و این به شکل معادل ازی این دوم شکل معادل ترش بسازیم یا معادل بسازیمش. این میتونیم 3 بر 4 کل به توان 1 ضرب 3 بر 4 کل به توان منفی 1 میتونیم بگیریم. پس از قاعده مساوی یکیش توان و تفریق این توان حاصل میشه و 3 بر 4 به توان 1 خود 3 بر 4 میشه ضربه این 3 بر 4 توانش منفی است. به خاطر که توان مثبت شود قاعده باید معکوس شود. 4 بر 3 توانش مثبت 1 میشه، مثبت 1 نوشته نمیکنیم. حال قابل اختصار است. 1 4 4 1 4 4 1 3 3 1 3 3 صورت ها با هم ضرب، مخرج ها با هم ضرب، 1 بر 1 مساوی میشه به 1. پس دیدیم که هر عدد به توان صفر یا هر عدد کسری هم به توان صفر جوابش مساوی به 1 است.